کامران به دلیل فشار بالای روانی که توی دادگاه و در زمان شرح ماجرای لواط که بهش وارد شد یه تصمیم خیلی بد گرفت. تصمیم گرفت خودش از طبقه 4 آپارتمان توی نازی‌آباد پرت کنه پایین. سلام دوستان، به سیاه‌چال خیلی خوش اومدین. شما شنونده و بیننده یه سری دیگه از پرونده‌های ما هستین. پرونده قاسم روتیل، عامل تجاوز سریالی به پسر بچه‌های نازی‌آباد تهران. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو امروز، لایک و سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. داستان از اونجایی شروع میشه که از طبقه 4 یه آپارتمان توی نازی‌آباد یه پسر 13 ساله به نام کامران خودکشی میکنه و متاسفانه زنده میمونه. چرا میگم متاسفانه؟ چون زندگی که الان داره از 100 تا مرگ براش بدتر. کامرانی که برای همیشه فلج میشه. کامران یه پسر شیطون و عشق فوتبال بود که باباش هم خیلی دوستش داشت. اگه که بچه تهران باشین یا عاشق فوتبالین، میدونین که نازی‌آباد یکی از پاتوق‌های اصلی عشق فوتبال تو دهه 50 و 60 بوده و بابای کامران هم پاتوقش همونجا بوده. خودش که فوتبالیست نشده، اما تمام زندگی و عشقشو گذاشت روی کامران تا یه فوتبالیست خفن ازش در بیاره. حتی خود کامران هم عشق فوتبال داشت، با تمام توانش تمرین و تلاش میکرد تا بشه همونی که باباش میخواد. اما این بیشرف به خاطر یه هوس شیطانی تمام آرزوی کامران رو نابود کرد. کامران صبح تا ظهر مدرسه میرفته، اما هم کیف مدرسه‌اش رو با خودش میبرده، هم ساک باشگاهش. مدرسه‌اش تا ساعت 2 تموم میشد و ساعت 3 هم سری فوتبال شروع میشد و واسه همین هم ناهارش رو هم مامانش میذاشت روی ساک باشگاهش تا همونجا بخوره. خلاصه یه روز تو مسیر مدرسه به زمین فوتبال یه موتوری پلیس جلوشو میگیره و بلایی سرش میاره که زندگی و آینده خودش و خانواده‌شو نابود کرد. موتوری پلیس وقتی جلوی کامران رو میگیره میگه یه گزارش دارم که تو جلوی مدرسه مواد فروشی میکنی. کامران خیلی میترسه و از اون مأمور پلیس میخواد که اجازه بده تا به باباش زنگ بزنه، چون شاید حتما یه سوء تفاهم پیش اومده، ولی مأمور پلیس اجازه نمیده و سوارش میکنه و میگه وقتی رسیدیم کلانتری میتونه با پدرت تماس بگیره. وقتی راهی میشن، مأمور پلیس به جای اینکه ببرتش کلانتری میبرتش روی ساختمون خرابه و با تهدید اسلحه مجبورش میکنه که به خواسته شومش تن بده و بهش تجاوز میکنه و بعد از تجاوز هم کامران رو تهدید میکنه که نباید به کسی چیزی بگن. من برای خودت و بابات پرونده مواد مخدر درست کردم که اگه به کسی چیزی بگی جفتتون رو دستگیر میکنم و برای بابات پرونده اعدام درست میکنی. این بلایی که قاسم روتیل گروهبان کلانتری نازی‌آباد سر کامران آورد، سر خیلی های دیگه هم آورده بود و تونسته بود اینجوری ساکتشون کنه. این آدم بیشرف کارش این بود که با لباس و موتور کلانتری جلوی مدارس پسرانه پرسه بزنه تا تومه‌هاش رو شکار کنه. وقتی هم که تومه‌اش رو پیدا می‌کرد، دنبالش رو می‌افتاد و به بهونه سوار موتور نظامی می‌کرد و به ساختمونی خرابه که پاتوقش شده بود می‌برد و اونجا هم کاری که نباید می‌کرد رو می‌کرد. آخرم تهدیدشون میکرد که هم ازشون فیلم داره و همین که براشون پرونده مواد مخدر درست کرده و اگه به کسی چیز بگن براشون یه داستان درست میکنن. قاسم روتیل با همین روال توی 6 ماه تونسته بود به 28 تا پسر بچه 16 تا 12 ساله تجاوز کنه، اما چون مأمور نیرو انتظامی بود و با اسلحه بچه‌ها رو تهدید میکرد، هیچ کدوم از قربانیان جرئت نمیکردن صداشون در بیاد تا اینکه ماجرای کامران پیش میاد. اگه تا اینجا همراه من هستین، لایک، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. قبل از اینکه بهتون بگم قاسم اصلا چطوری لو رفت، بیایم باش آشنا بشیم و متوجه بشیم که چه سوابقی داشته و چطور به کلانتری نازی‌آباد اصلا راه پیدا کرده. وقتی خبر دستگیری یه مأمور نیرو انتظامی به جرم لواط به عنف کوچه پس کوچه نازی‌آباد پیچید، با اینکه اسم متهم رو نگفتن ولی خیلی احتمال میدادن اونی که گیر افتاده قاسم روتیله. قاسم قبل از اینکه وارد کادر نیروی انتظامی بشه و پاش به کلانتری برسه، تو محلشون معروف بود به اینکه منحرف جنسیه و بچه بازه به قول معروف. بعد از اینکه گیر افتاد زندانی شد و علاوه بر قاسم روتیل به خفاش روز نازی‌آباد هم معروف شد، یعنی خفاش بیرحمی که تومه‌هاش رو توی روز گیر انداخته. قاسم به سن سربازی که رسیده بود، سربازیش افتاد نیروی انتظامی و تونست با پارتی بازی بعد از آموزشی خودش رو بندازه توی کلانتری نازی‌آباد نزدیک محلش شد. خلاصه اون چند وقت بعد مأمور گشتی کلانتری شد و جنایت‌هاش رو توی همون موقعیت رقم می‌زد.
اولین شکایت از متهم این پرونده رو خانواده کامران ثبت کردن. بعد از اینکه کامران رو توی اون خونه خرابه بهش تجاوز کرده بود، کامران که خیلی تحت فشار بود ماجرا واسه مامانش تعریف میکنه و بعد شکایتش رو توی دادسرای تهران ثبت میکنن و به دنبال ثبت این شکایت اول قاسم به طور موقت بازداشت میشه و بعد هم قاضی دستور انتشار خبر دستگیری متهم به تجاوز تو محدوده نازی‌آباد رو صادر میکنه و از مردم اینها که اگه خانواده‌ای تجربه مشابه این داشته یا به بچهش تجاوز شده برای ثبت شکایت به شعبه تعیین شده سر بزنن. بعد از انتشار خبر به طور ویژه در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های پسرانه اون مناطق توزیع شد به شرط حفظ کردن اسرار قربانی‌ها نزدیک به 47 شکایت ثبت و 27 تا پسر بچه تونستن متهم رو از بین چند تا متهم دیگه شناسایی کنن. و یه چیزی که توی شهادت‌های بچه‌ها مشترک بود این بود که قاسم با لباس و موتور پلیس دنبالشون میومده و به ساختمون خرابه میبردن و بهشون تجاوز میکردن. خلاصه دیگه امکان انکار توی پرونده وجود نداشته و قاسم روتل گروهبان کلانتری نازی‌آباد به جرم تجاوز به پسر بچه‌های دبیرستانی اعتراف کرد. حالا نکته ترسناک این ماجرا این بود که در کمال وقاحت قاسم ادعا میکنه که بچه‌ها با میل خودشون این کار کردن و هیچ اجباری توی این کار نبوده. ببینید دیگه بچه‌ها چقدر این آدم بی‌شرف بوده. در نهایت پرونده قاسم روتل با 28 فقره لواط به اون تکمیل و راهی دادگاه شد. اما از بین همه شاکی هایی که اون روز شناسایی کرده بودن به دلیل مسائلی مثل حفظ آبروشون تنها کامران و 3 نفر دیگه حاضر شدن توی دادگاه شهادت بدن چه بلایی سرشون اومده و شهادت های این 3 قربانی و اعترافات خود قاسم مبنی بر لواط با پسر بچه‌های زیر سن قانونی دادگاه قاسم رو مجرم شناخت و به شلاق و اعدام و البته پرداخت دیه از بابت آسیب‌های جسمی که به متهمین زده بود محکوم کرد. قاسم بعد از برگزاری جلسه دادگاه به خفاش روز نازی‌آباد معروف شد و اعدام گرفت. اما شاکی اصلی این پرونده یعنی کامران به دلیل فشار بالای روانی که توی دادگاه و در زمان شرح ماجرای لواط که بهش وارد شد یه تصمیم خیلی بد گرفت. تصمیم گرفت خودش از طبقه 4 آپارتمان توی نازی‌آباد پرت کنه پایین و متاسفانه منجر به فلج شدنش شد. حکم متهم این پرونده در دیوان عالی هم تایید شد تا قاسم که 25 بهمن 1185 دستگیر شده بود کمتر از 1 سال بعد یعنی در روز 28 آذر 1186 بعد از اجرای حکم شلاق تو محوطه زندان اوین اعدام بشه. طبق رأی دادگاه کیفری کرمانشاه قرار بود متهم تو پارک شهید کاظمی شهر پاوه اعدام بشه. از پرونده امروز امیدوارم که از این پرونده هم لذت کافی برده باشین. لایک، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه تا اگه ویدیو گذاشتم شما اولین نفری باشین که خبردار میشین. تا ویدیو بعدی بدرود.